سلام و وقتتان بخیر. به کاکتوس نیوز امروز خوش آمدید. در ابتدا نگاهی بیاندازیم به سرخط خبرها. پوتین فرمان پیشروی جدید در اوکراین را صادر کرد. روسیه به دنبال تصرف بیشتر خاک اوکراین است. نتانیاهو بی‌اعتنا به حکم دادگاه لاهه. لبنان و غزه زیر آتش موشک‌هایی از اسرائیل. نتانیاهو و گالانت محکوم شدند. آیا نقطه پایان مصونیت در جنایات جنگی غزه خواهد بود؟ و اعتراضات گسترده حزب عمران خان. خیابان‌های پاکستان در آستانه خروش. قرار بود فردا تاریخ 24 نوامبر همین سال حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان تظاهرات بسیار گسترده‌ای را در سراسر پاکستان داشته باشند، لیکن سوی دیگه محکمه عالی اسلام آباد فیصله را کردند که حزب تحریک انصاف در تاریخ 24 نوامبر نمیتوانه، حق نداره که تظاهرات را انجام بده. به استودیوی مرکزی کاکتوس نیوز خوش آمدید. با من مختار لشکری در برنامه امروز همراه خواهیم بود با عبدالفتاح احمدزی در اسلام آباد پاکستان و مینا اکبری در استودیوی کاکتوس گرام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور عملیات نظامی جدیدی را برای پیشروی در خاک اوکراین صادر کرده است. بر اساس این فرمان نیروهای روسیه حملات سنگینتری را در جبهه‌های شرقی و شمال شرقی اوکراین آغاز کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این حملات به پیشروی‌های محدود در مناطق اطراف خارکیف منجر شده و وضعیت درگیری‌ها در این منطقه به شدت بحرانی است. اوکراین با اعزام نیروهای کمکی و افزایش مقاومت در برابر حملات روسیه تلاش دارد مانع از پیشروی‌های بیشتر روسیه شود. همین امروز صبح ولادیمیر پوتین برای چندمین بار طی چند روز اخیر تأکید کرده که اگر هر گونه حمله‌ای از خاک اوکراین با تسلیحات آمریکایی و غربی به عمق خاک روسیه انجام شود، احتمال آغاز جنگ هسته‌ای ناممکن نیست. این ناممکن نیست تأکید آقای ولادیمیر پوتین است. تأکید. اما برویم به اسرائیل، به غزه و به لبنان، جایی که گویا حکم دادگاه لاهه هم نتونست آقای نتانیاهو را آرام کنه. اسرائیل بامداد امروز حملات هوایی گسترده‌ای را به نوار غزه انجام داد که مناطق مسکونی در شجاعیه و سایر نقاط را هدف قرار داد. در این حملات حداقل 8 نفر از جمله زنان و کودکان جان خود را از دست دادند و شمار زیادی نیز زخمی شدند. این حملات در حالی انجام شده است که نوار غزه همچنان در محاصره و بحران انسانی قرار دارد و جامعه جهانی خواستار پایان فوری خشونت‌ها در این منطقه شده است. یک بار دیگر کشورهای جهان بیشتر بر روی مسدود کردن راههای مواصلاتی و رساندن کمک‌های بشری به غزه در برابر اسرائیل صدای اعتراض خود را بلند کردند، اما گویا آقای نتانیاهو قرار نیست که کوتاه بیاید. اما صبح امروز جنگنده‌های اسرائیلی در حمله گسترده مناطقی در قلب بیروت را هدف قرار دادند که به ادعای تل‌آویو تلال حمیه از فرماندهان ارشد حزب الله در این حملات کشته شده است. منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیل به منطقه الوسیل الفوقا منجر به تخریب یک ساختمان بزرگ مسکونی و کشته شدن 11 نفر از جمله چندین غیر نظامی شده است. اسرائیل پیشتر برای بازداشت تلال حمیه 7 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. اما دیوان کیفری بین المللی با صدور رأی تاریخی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی در نوار غزه محکوم کرد. این رأی نه تنها بازتابی از فریاد عدالت طلبی قربانیان سالها محاصره و حملات نظامی غزه و اسرائیل و فلسطین خواهد بود، بلکه میتواند آینده سیاست منطقه و جایگاه اسرائیل در جهان را به چالش بکشد. در گزارشی به محکومیت نتانیاهو و گالانت پرداختیم.
در میانه سکوتی که تنها با فریادهای مادران در غزه شکسته می شود، خبری جهان را تکان داد. دیوان کیفری بین المللی ICC یا دادگاه لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق اسرائیل را صادر کرد. این حکم به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه صادر شده است. جنایاتی که میلیون ها نفر را بی خانمان و هزاران کودک را قربانی کرده است. صبحی که حکم بازداشت اعلام شد، در نوار غزه مردم طلوع خورشید را به دلیل گرد و غبار موشک‌های اسرائیل با سختی دیدند. مادران به دنبال تکنانی بودند و کودکان با نگاه‌های خسته از محاصره در جستجوی خانواده‌هایشان. طبق گزارش رسمی ICC، شواهد جمع‌آوری شده از نوار غزه نشان می‌دهد که این اقدامات بخشی از سیاست‌های سیستماتیک دولت اسرائیل بوده است. یکی از شاهدان عینی در غزه می‌گوید اسرائیل هر روز صبحشان را با موشکباران غزه آغاز می‌کنند. بنیامین نتانیاهو در پاسخ به این حکم آن را یهود ستیزانه خوانده و ادعا کرده است که دیوان کیفری بین المللی حق قضاوت درباره اسرائیل را ندارد. یوآو گالانت نیز با لحنی تندتر گفت این حکم دروغ بزرگ علیه ملت اسرائیل است. ما به دفاع از مردم و کشورمان ادامه می‌دهیم. این در حالی است که دیوان کیفری بین المللی تأکید کرده است که اسرائیل به عنوان یکی از طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه مشمول قوانین بین المللی هست و هیچ کس درباره عدالت مسئول نیست. کاخ سفید از اظهار نظر مستقیم درباره حکم خودداری کرده است، اما بایدن میگوید از اسرائیل حمایت میکند. با این حال منابع دیپلماتیک گزارش دادند که امریکا به دنبال یافتن راههایی برای جلوگیری از اجرای حکم است، چرا که اسرائیل یکی از نزدیکترین متحدانش در خاورمیانه به شمار می رود. در اروپا داستان فرق می کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه اعلام کرد این حکم نشان دهنده تعهد جامعه بین المللی بر رعایت حقوق بشر و اصول عدالت است. ما از هر گونه اقدام برای تحقیق درباره جنایات جنگی حمایت می‌کنیم. کشورهای انگلستان، ایتالیا و دیگر کشورهای مطرح اروپا هم از حکم دادگاه لاهه حمایت کردند و از مقامات اسرائیل خواهش کردند که به کشور آنان سفر نکنند. در میان کشورهای مطرح اروپایی تنها اتریش است که تمام قد در پشت نتانیاهو ایستاده است و میگوید از شما دفاع خواهیم کرد، شما را دستگیر نمی کنیم و به نوعی با اظهارات مقامات اتریش به نظر می رسد که به دنبال جبران فاجعه هولوکاست توسط آدولف هیتلر هستند. اما در کشورهای عربی چه می گذرد؟ در جهان عرب از جمله مصر، اردن و قطر این خبر به عنوان پیروزی اخلاقی استقبال شد. یک مقام قطری بر رسانه ها گفته است که اسرائیل دهه‌ها مسئولیت داشت و هر چه جنایت خواست انجام داد، اما حکم دادگاه لاهه پایانی بر جنایات اسرائیل خواهد بود. روسیه و چین از این حکم به عنوان فرصتی برای انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب استفاده کردند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید غرب همیشه ادعای دموکراسی دارد. حالا این میدان هست. بیایید و از دموکراسی حمایت کنید و در پشت نتانیاهو نایستید. ایران به عنوان یکی از مخالفان سرسخت اسرائیل این حکم را عدالت الهی توصیف کرده است. با صدور این حکم نتانیاهو و گالانت در معرض خطر بازداشت در هر یک از 124 کشوری هستند که عضو دیوان کیفری بین المللی است. اسرائیل و آمریکا عضو سازمان نیستند. با این حال برخی ناظران معتقدند که فشارهای سیاسی و مداخلات پشت پرده ممکن است مانع از اجرای این حکم شود. آیا این حکم
نقطه عطفی در تاریخ عدالت بین المللی خواهد بود یا همچون بسیاری از موارد مشابه در بستر سیاست و فراموشی سپرده خواهد شد. هرچه که هست، اوضاع در غزه فرقی نکرده است. در نوار غزه مادران همچنان به دنبال تکنانی برای سیر کردن شکم فرزندانشان هستند. اما اگر از موشک بارانهای اسرائیل جان سالم به در ببرند. گزارشی را دیدید از حکمی که دادگاه لاهه صادر کرده و تأثیرات حکم دادگاه لاهه بر وضعیت حکومت آقای نتانیاهو و جبهه‌بندی هایی که در جهان صورت گرفته. تقریبا یکی دو تا کشور به صورت واضح در برابر حکم ایستادن، یکی امریکا که عضو دادگاه لاهه نیست و یکی دیگر کشور هنگری در اروپا و کم و بیش اتریش. اما دیگر کشورهای جهان یا حمایت کردن یا از اسرائیلی ها، از مقامات اسرائیل خواستن، مخصوصا از آقای نتانیاهو، که تا اطلاع ثانوی به کشور آنها سفری نداشته باشه. خبرنگار کاکتوس نیوز آقای عبدالفتاح احمدزی از اسلام آباد پاکستان گزارش می‌دهد که حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان در تدارکات برگزاری اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف پاکستان است. این تجمعات که در اعتراض به بازداشت عمران خان و درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد سازماندهی شده می‌تواند خیابان‌های پاکستان را به صحنه‌ای برای چالش‌های سیاسی جدید بین هواداران خان و دولت تبدیل کند. عبدالفتاح احمدزی همکارمان در اسلام آباد پاکستان، سلام بر تو. چه می‌دانی؟ وضعیت چگونه است؟ من می‌دانم وضعیت مناسبی نیست. تشکر بسیار لشکری صاحب. من هم عرض آمده برای خودت و به تمام بینندگان عزیز کاکتوس نیوز دارم. دقیقاً چیزی که شما گفتین، قرار بود فردا اعتراضات بسیار گسترده از سوی حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان در پاکستان برگزار می گردید، لیکن از امروز صبح داستان تغییر کرده. شک و تردیدهای میان رهبران ای حزب بسیار زیاد به وجود آمده. از سوی دیگه هم محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با گوهر علی خان یکی از اعضای برجسته حزب انصاف تماس گرفته. این که چی صحبت‌های بینشون تبادله شده هنوز جزئیات بیشتر درز نکرده، لیکن گفتم میتونم که به اساس گزارش رادیو پاکستان، محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با توجه به حکم محکمه عالی اسلام آباد که روز پنجشنبه اعتراض برنامه‌ریزی شده را غیر قانونی اعلام کرده بود، با رهبری حزب انصاف تماس گرفت و فیصله نهایی محکمه را برای رهبری و اعضای ای حزب شنواند. وزیر داخله در خصوص دستور دیوان عالی اسلام آباد چنین اظهار داشت: ما ملزم به حکم دیوان عالی هستیم و نمیتوانیم اجازه راهپیمایی، تحسن و تجمع را بدهیم. لشکری صاحب همچنان به شما گفتم میتونم که در این گزارش آمده که محسن نقوی به مسئولان حزب تحریک انصاف در مورد تعاملات یک هیئت بلندپایه 80 نفری به رهبری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس که از تاریخ 24 تا تاریخ 27 نوامبر سفر می داشته باشند به پاکستان توضیحات داده به رهبری تحریک انصاف. همچنان سازمان ملی مبارزه با تروریسم یا نکتا هشدار درباره فعالیت‌های تروریستی احتمالی فتنة الخوارج در اعتراض 24 نوامبر حزب تحریک انصاف صادر کرده. از طرف نکتا گفته شده که گزارش‌های مبنی بر ورود تروریست‌های فتنة الخوارج از افغانستان به پاکستان وجود داره. نکتا میگه که فتنة الخوارج میتونه اعتراض 24 نوامبر حزب تحریک انصاف را به وحشت بیاندازه. سوی دیگه گوهر علی خان ناوقت امروز گفت که مشوره حزبی تصمیم خواهد گرفت که آیا حزب تحریک انصاف فردا به اعتراضات برنامه‌ریزی شده ادامه خواهد دادن یا خیر. به اساس گزارش ها گوهر پس از بحث مفصل در مورد وضعیت فعلی چنین گفتند: ما نقوی را در مورد پاسخ نهایی حزب تحریک انصاف در مورد اعتراض پس از مشورت حزبی مطلع خواهیم کرد. این وضعیت در حال تغییر میکنه که عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف و نخست وزیر سابق پاکستان هفته گذشته فراخوان نهایی را برای تظاهرات فردا صادر کرده بود و مورد نهایت مهم را که تذکر داده بود گفته بود اگر کسی نمیخواید در تظاهرات 24 نوامبر شرکت داشته باشه میتونه بسیار به راحتی عضویت حزب تحریک انصاف را ترک کنه.
در مورد تازه به شما گفته میتونم که پلیس راولپیندی از عمران خان در زندان آدیاله امروز تحقیقات تازه‌ای را در مورد تحریک اعتراضات انجام دادند. همچنان گزارش‌ها میرسونه که تمام مسیرها به اسلام آباد اگر از طرف لاهور هست یا هم فیصل آباد هست تمام از این بسته است و هم مسیرهای در حدود 33 مسیری که از راولپیندی یا هم سمت‌های دیگه که به اسلام آباد وصل میشه تمام این مسیرها بسته گزارش داده. لیکن یگانه مسیری که باز هست خط ریل گفته میشه که مسیر خط ریل هنوز هم مشکل خلق نشده و باز هست. به اساس گفته‌های آگاهان سیاسی چونین اعتراضات میتونه تغییر بزرگ را نیز به وجود بیاره. مانند بسیار مثال واضحی را که این آگاهان میتن مسئله بنگلادش را عنوان میکنن که شیخ حسینه در مورد تظاهرات که در برابر شیخ حسینه صورت گرفت و بالاخره شیخ حسینه فراری شد به هندوستان که فعلا رئیس جمهور فعلی موقت بنگلادش خواهان برگشت این خانم دوباره پس به بنگلادش است. تاکید طرفداران حزب انصاف به اعتراضات گسترده فردا است و اونا میخواین که این تظاهرات را دوام بدن. لیکن سوی دیگه حکومت پاکستان تاکید بیشتر به گفتگو و مذاکره داشت که متاسفانه در اون زمانش حزب تحریک انصاف این گفتگوها را بی نتیجه میپندارن. لیکن فعلا حکومت بزرگترین مسئله را که عنوان میکنه فیصله نهایی محکمه را اینا میگن که فعلا در دست حکومت پاکستان قرار داره و به اساس احترام به فیصله محکمه می داشته باشن. و همچنان سوی دیگه حکومت مرکزی پاکستان آمادگی و تدابیر بسیار جدی را در موارد مختلف حدود که گفتم میتونم حدود 25,000 نیروهای امنیتی، حدود 1,200 کانتینر سیم خاردار و بسته شدن راهها، قطع شدن تلفن و اینترنت، مهر لاک شدن تعداد زیادی از بلند منزل ها، تمام این موارد و همچنان از هم که مهمتر تطبیق ماده 44 را حکومت روی دست گرفته و بالاخره میخواد که از او را به گونی جلب موارد را داشته باشن که تا زیان به منافع ملی نرسن. لشکریس بعد از برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سطح جهان تعداد زیاد از رهبران به گونه مانورهایشان را انجام دادند تا با ایجاد تغییر که در امریکا با وجود میاد یک نوع امتیازات بهتر را میتونن اینا به دست بیارن. بگویم مثال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کیم جونگ هونگ رهبر کره شمالی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، تعداد زیاد از کشورهای اروپایی، ایران، لبنان، حماس و کشورهای دیگه اسرائیل اینا تونستن که بعض از مانورها را اجرا کنن تا بتونن به گونه امتیازگیری را داشته باشن. لیکن در بین اینها عمران خان هم نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف که فعلا پشت میله های زندان قرار داره به نحو خاص که یک مانور را انجام بده و یا هم بتونه یک کردیت را به دست بیاره که آیا اینال فعلا بحث اینجا به وجود میاد که بعد از فردا با گذشت هر روز و هر ساعت مخصوصا تا مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده امریکا آیا این سوال ها حل خواهد شد؟ آیا عمران خان هم در بین امور رهبرا امتیازگیری خواهد کرد یا هم میخواد که یک نوع مانور را انجام بده؟ سوال است که بعداً جواب خواهد شد. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از تو عبدالفتاح احمدزی همکارمان در اسلام آباد پاکستان. اما مینه اکبری در استودیوی کاکتوس گرام حضور داره تا خبرهایی را که او جمع آوری کرده با شما شریک کنم. مینه. بله مختار، امروز هم مثل همیشه در کاکتوس گرام خبرهای مهمی را آوردیم که میخوایم تقدیم بیننده ها کنم. بازداشت مهاجران غیرقانونی در ترکیه. رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که نیروهای این کشور 60 مهاجر غیرقانونی از افغانستان و پاکستان را در ولایت اغری بازداشت کرده‌اند. این مهاجران به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند و حالا در بازداشت به سر میبرند. هنوز جزئیات بیشتر از وضعیت این افراد منتشر نشده است. اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان. بر اساس آمارهای گردآوری شده،
ایران و پاکستان تنها در یک هفته گذشته 872 خانواده مهاجر افغان را از خاک خود اخراج کرده اند. این اقدام در شرایط صورت گرفته که بسیاری از این خانواده ها سرپناهی ندارند و با مشکلات شدیدی روبرو هستند. این وضعیت نیازمند توجه فوری نهادهای بین المللی است. تخریب خانه در بلخ با گلوله‌های راکت. در خبری از ولایت بلخ، فرمانده پلیس این ولایت اعلام کرده است که در ولسوالی چهار بولدک 23 گلوله راکت در یک خانه نگهداری می شد که به دلیل انفجار 3 خانه کاملا تخریب شده. خوشبختانه این حادثه تلفات در پی نداشته، اما خسارات سنگین مالی بر جا داشته است. افزایش تجارت طالبان با ترکیه. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که حجم تجارت افغانستان با ترکیه در 10 ماه گذشته به 98 میلیون دلار رسیده است. این رقم در حالی گزارش داده است که بسیاری از مردم افغانستان در فقر و بحران اقتصادی به سر میبرد. از توجه شما جهان سپاس. برمیگردیم به استودیو مرکزی. آقای مختار لشکری منتظر است. سپاسگزار هستم از مینه اکبری در استودیو کاکتوس گرام. عبدالفتاح احمدزی در اسلام آباد پاکستان و شما بیننده های گرامی که امروز هم کاکتوس نیوز را دنبال کردید. خدا نگهدار تا دیدار دیگر.